الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء أما بعد قال الله سبحانه وتعالى إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. الله سبحانه و تعالی سرنوشت هیچ قومی را دگرگون نمی کند تا اینکه حالشان را تغییر دهند. دوستان عزیز، پس بیایید که ما و شما یک بار تغییراتی درونی بیاوریم. بیاید که بجای کینه، حسد، حقدی که در دل ما جای دارند، بجای از اینها محبت را قرار دهیم. بجای غرور، تکبر، خودستایی، خودخواهی فروتن باشیم. بجای اینکه با همدیگری خود دشمنی داشته باشیم، بجای از این دوستی داشته باشیم. بجای دامن زدن به آن چیزهایی که جامعه را به قهقرا می‌کشانند، در جستجوی راه‌های حل مشکلات جامعه باشیم تا اینکه جامعه خود را از این مشکلات بیرون بسازیم. بجای گمانی بد به یکدیگر خود، گمانی نیک داشته باشیم. بجای بدی کردن به همدیگر خود، با همدیگر خود احسان و نیکویی داشته باشیم.